سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی سایت آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و مس شهر بابک از هفته 25 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاهی کشور، دیداری که تا لحظات دیگر در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت آغاز خواهد شد. داوری این دیدار بر عهده بهمن ممشلی است. کمک داور اول این دیدار هم بابک خسروی، کمک دوم محمد حیدری و داور چهارم هم حسین اسماعیلی است. یک لحظه در تصویرم دیدیم که امید پورقنبری اومد سمت نیمکت داماش و رخصت گرفته از کادر فنی و بازیکنهای این تیم. این هم حلقه اتحاد داماشی ها و این هم هوادارهای خونگرم تیم داماش که در ورزشگاه حضور دارن. خیلی ها همینجا روزشون رو افطار کردن. جا داره که تبریکم عرض بکنیم حلول ماه رمضان رو و همچنین سال نو رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشید. همچنین برای تیم داماش گیلان و دیگر تیم های فوتبال استان هم آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که تیم های گیلانی بتونن اون جایگاهی که مد نظرشون هست امسال برسن و این هوادارهای خونگرم رو مثل همیشه خوشحال نگه دارند. داور در میانه میدان منتظر هستا بازی رو سوت بزنن. این هم داماشی های متعصب که بازیکن تیم خودشون رو صدا میکنن. البته الان دارید تصویر هوادارا رو میبینید و بازیکن‌های تیم که رفتن به سمت تماشاگرها و میان در کنار زمین تا عکس یادگاری هم بگیرن و منتظر باشیم تا بازی آغاز بشه. 2-3 دقیقه تأخیر هم داشتیم در این دیدار. به هر حال یه خورده این مراسم ابتدای بازی طول کشید. این تیم داماش هست که در تصویر دیدید. ترکیب دو تیم رو خدمت شما عرض کنم. برای تیم داماش گیلان سعید دلاور، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی، بلال میرزا علی، حسین ابراهیمی، داریوش بخت، حسین خیری، پشمان نجات، سعید ابراهیم پور و میرهادی میرجوان بازیکنایی هستند که بازی خواهند کرد. علی نظر محمدی این بازیکن رو به زمین مسابقه فرستاده، سرمربی تیم داماش گیلان، که باید ببینیم که در این دیدار چه نتیجه رو به دست خواهد آورد. شهرام حمیدی هم به عنوان مدیر تیم داماش فعالیت میکنه و اینجا هم با سوت داور این دیدار بازی رسما آغاز میشه. اولین بازی داماش در سال 1403 و توپی که در اختیار داماشی هاست. یه لحظه نارنجی پوشان تیم مس صاحب توپ میشن و داور میخواد که بازیکن‌ها کمی فاصله بگیرن. بگم خدمت شما در تیم مقابل یعنی مس کرمان هم محمد مسلمی پور، امین عباسی، علی دهقان، محمد جواد پورعوضی، حمید گلزاری، علیرضا ولیزاده، حسین بهرامی، امیر حسین یحیی‌زاده، دانیال ماهینی، مهدی محمدی و امید پورقنبری 11 بازیکن از اینکه قاسم شهبا به زمین مسابقه فرستاده. مدیر تیم هم علی زین‌الدینی هست. مدیر رسانه تیم داماش هم سجاد حقدادی است و مدیر تیم رسانه تیم مس هم مثل شهر بابک هم آقای ریاحی است.
هم هوادارای تیم داماش گیلان. مثل شهر بابک در مقابل داماش. توپ در میانه میدان، دوباره مسی ها صاحب توپ. امیرحسین یحیی‌زاده، باز هم رستمی یه لحظه توپ رو برگردون، اما دوباره مسی ها و توپی که میرسه امسند به دروازه‌بان تیم داماش. سعید دلاور به راست میبره، بلند میزنن توپ رو به میانه میدان، جایی که علی دهقان توپ رو برگشت داد. یک بار دیگه بازیکن داماش و توپی که مسی ها برگشت میدن. محمد مسلمی پور توپش به بیرون میره و پرتاب برای مثل شهر بابک خواهد بود. برخورد به پای مدافعین توپ به بیرون رفت. توپ رو میزنن بلافاصله. در این سمت دوباره توپ میرسه به دروازه‌بان تیم مثل شهر بابک. میزنه توپ رو دروازه‌بان. دوباره بازیکن‌های تیم داماش صاحب توپ از سمت چپ و باز هم در اختیار میگیرن مسی ها این توپ رو. این سمت زمین سعید دلاور اجازه کار رو نداد، توپش نرسید به میرجوان. حالا به دنبال توپ هست داریوش بخت. یه لحظه داریوش تاثیر گذاشت، خود داریوش بخت پشت محوطه جریمه و اعلام خطا هم نمیشه. داور اعتقادی به خطا نداشت که اومد داریوش بخت، اما موفق نبود که خوب استفاده کنه. این علی نظر محمدی است، سرمربی تیم داماش که در تصویر میبینید. اون صحنه رو خواهید دید. اینجا اتفاقی که افتاد، ببینید اینجا داریوش بخت توپ رو گرفت، خودش رفت و اینجا هم که نقشه بر زمین شد و داور خطایی تشخیص نداد. توپ در اختیار بازیکن تیم مثل شهر بابک. میزنن توپ رو سعید دلاور، دوباره با ضربه سر امیرحسین یحیی‌زاده. حالا این موقعیت خوب برای مسی ها که باز هم داماشی ها اجازه کار رو نمیدن. توپ رو به راست میبرن، یه لحظه سر میخوره بازیکن تیم داماش، اشتباه. توپ در اختیار بازیکن تیم مثل شهر بابک داخل محوطه جریمه و توپی که اختلاف اندک از کنار دروازه داماش به بیرون میره. نیمکت تیم مس یه لحظه بلند شد، موقعیت خوبی رو داشتن و شانس آوردن داماشی ها که این توپ به گل تبدیل نشد. قطعا صحنه آیسا رو خواهید دید که ببینید چه اتفاقی افتاد. دیگه بله اینجا اومد، لحظه جا موندن بازیکن تیم داماش. این ضربه‌ای که امید پرغنبری زد و بازیکن تیم مس به بیرون زد. در میانه میدان سعید دلاور برای پژمان نجات. پژمان یه بازیکن پیش رو برمی‌داره، تو به داریوش نرسید. دوباره یحیی‌زاده بلند به زمین تیم داماش، جایی که دروازه‌بان داماش ایستاده و توپ رو جمع میکنه. سعید ابراهیم پور به راست
برای خیری بلند به میانه زمین. یه لحظه میرهادی میرجوان بلند شد که توپ رو بزنه. حالا باز هم مسی ها که موقعیتی رو گیر میارن. آفساید هم نیست. داخل محوطه جریمه و باز هم برگشت توپ. اینا بگم که تیم مثل شهر بابک تیم دست وابسته نیست، تیم خوبیه و در رقابت‌های لیگ یک هم جایگاه خوبی رو داشته. تغییرات مدیریتی در این باشگاه رو هم داشتیم. این هم داماشی هایی که تیم خودشون رو تشویق میکنن. مهدی محمدی بلند به میانه زمین. سعید دلاوره که باز هم ضربه سر رو میزنه. دوباره به راست میبرن توپ رو. این بار سیامک علیزاده این کار انجام میده. فرصت هست برای داماش سعید طالبی که به توپ نرسید. سعید توپ رو جمع میکنه. این چهره مهدی محمدی. توپ رو به راست میاره. کوتاه با خط دفاعی خودشون کار میکنه. محمد جواد پور دوباره در میانه میدان بازیکن تیم داماش. پشمان نجات. یه لحظه طالبی دوباره نجات. خود نجات صاحب توپ هست. یه بازیکن جلوش ایستاده که محمد جواد پور هست. دوباره نجات و توپ رو جایی فرستاد که مدافعان تیم مس توپ رو بیرون زدن. علی نظر محمدی در کنار زمین. پشمان میاد توپ رو بزنه. خودش نگه میداره توپ رو تا بازیکن دیگر یعنی بلال میرزا علی بیاد این کار رو انجام بده. خود بلال دورخیز میکنه. میاد و پرتابی که حالا انجام میده داخل محوطه جریمه. فرصت هست و باز هم برگشت توپ از مدافعان تیم مثل شهر بابک. حالا ضد حمله داره شک میگیره برای مسی ها. از سمت راست بره آفسایده که نمیره و توپ میرسه به دروازه‌بان تیم داماش گیلان. حمید گلزاری فهمید که اگه بره تو آفساید گیر کرده موند سر جاش و نرفت. بازیکن تیم مثل شهر بابک. بازی هر طور که بود با همت هیئت فوتبال و اداره کل ورزش جوانان تو این ورزشگاه داره برگزار میشه. قرار بود این بازی در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار بشه که مسئولین با همتی که داشتن نور ورزشگاه رو هم میزان کردن به اون جایی که میخواستن رسید. واقعا جا داره که تشکر کنیم از دوستایی که همین کار رو برای باشگاه داماش حداقل انجام دادن تا داماش بتونه میزبانی در زمین خودش و در ورزشگاه شهید عضدی انجام بده. اون چند تا لامپی هم که سوخته بود و عوض کردن و خلاصه نور به اون حد نصاب رسید. آقای رفتی اومدن شب گذشته و بررسیشون رو انجام دادن و خوشبختانه بازی داره در این ورزشگاه انجام میشه. ورزشگاهی که هوادارا خوب استقبال میکنن از حضور در این ورزشگاه و دیدن بازی تیم محبوبشون داماش گیلان. دوباره داماشی ها صاحب توپ هستند. یه سانتی که انجام میشه. سعید طالبی. خود سعید توپش رو میفرسته. فرصت هست برای بازیکنای تیم داماش و داریوش بخت که توپش برگشت. یه لحظه موقعیت خوبی براش ایجاد شده بود اما به هر حال نتونست از موقعیت خودش استفاده کنه. چه توپی بود و چه موقعیتی که از دست رفت.
توپ خوبی رو میتونست استفاده کنه. سعید طالبی فرستاد و اینجا نگاه کنید، سعید فرستاد، داریوش یه مکس، یه خورده میشه گفت کم شانس هم بود، وگرنه میتونست راحت این توپ رو به گل تبدیل کنه و به گل اول خودشون برسن داماشی ها. محمد جوادپور میزنه توپش رو و پرچم کمک داور بالاست. قاسم شهبار رو ببینید داره اعتراض میکنه. چه نکته‌ای داره اشاره میکنه آقای شهبار؟ موقعیت تیمشون که گرفته شد و قطعا داور بهتر دید در آفساید بوده بازیکن تیم مس شهر بابک. دورخیز میکنه سعید ابراهیم پور. حالا سعید ضربهشو میزنه یک بار دیگه در میانه میدان. بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. دوباره داماشی ها صاحب توپ میشن. از همون سمت راست ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده خواهند کرد. دو سه بازیکن تیم مس همیشه حضور دارن و اجازه کار رو نمیدن به داماشی ها و توپی که رسید به دروازه‌بان تیم مس مهدی محمدی. علی نظر مادی اشاره میکنه بازیکن تیمش که بهتر کار کنن. یک بار دیگه مسی ها موقعیت دارن از سمت چپ بر روی دروازه تیم داماش. یک ضربه سر و باز هم از این سمت موقعیت هست برای مسی ها. علی دهقان توپشو میزن و با ضربه سر که لحظه برگردوندن بازیکن تیم داماش و سیامک علیزاده بود که این کار رو انجام داد و توپی که حالا به بیرون میره دیگه به چی معترض هستن کادر فنی تیم مس. بیرون رفته بود و داورم دید. حالا دیگه به هر توپی نباید اعتراض کنن. توپ قشنگ بیرون رفته بود و حالا من میخوام درخواست کنم از همکارانمون که اون صحنه رو برای شما به نمایش بذارن و شما بیننده از این ببینید که توپ کجا رفت. آره اینجا توپ بعد برخورد به بازیکن تیم مس به بیرون رفت و حالا اعتراضشون برای چی بود و دیگه باید بیشتر دقت کنن. یار شماره 7 از تیم مس پرتاب رو انجام میده. محمد جوادپوره که کاپیتان تیم مسی هم هست و توپی که حالا از این سمت به بیرون میره و دوباره باید پرتاب رو مسی ها انجام بدن. محمد جوادپور حالا میاد دوباره این پرتاب رو انجام بده. علی نظر محمدی رو ببینید آرام و قرار نداره در کنار زمین مثل همیشه مثل بازی‌های گذشته و فقط به کسب 3 امتیاز این دیدار فکر میکنه علی نظر محمدی. این هم هوادارهای تیم جامعهاش که در ورزشگاه حضور دارن و یک صدا تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن. باز هم داماشی ها برگشت توپ سیامک علیزاده. سیامک رو از زدن و اعلام خطا شد. بلافاصله بازی رو آغاز میکنه سیامک. خود علیزاده رو به عقب. سعید دلاور
حسین خیری جناح بازی رو عوض میکنه این سمت. حالا داریوش و بخت یه لحظه توپ به بیرون رفت و داریوش میگه برخوردی نداشته. داور هم همین اعتقاد رو داره. پرتاب برای داماش و پژمان نجاتی که این پرتاب رو انجام خواهد داد. این توپ رو میذارن تا دوباره بلال میرزا علی بیاد و پرتاب رو انجام بده به سمت دروازه تیم مثل شهر بابک. میاد پرتابش رو انجام میده داخل محوطه جریمه و باز هم برگشت تو جایی که پژمان نجات حضور داره. پژمان به چپ، دوباره بلال میرزا علی. حالا توپ میرسه به سعید طالبی. موقعیت خوبی از برای طالبی و توپی که در میانه راه علی دهخان برمیگردونه. باز هم اعلام خطا. این بار خطای بازیکن داماش اعلام میشه. این چهره داور این دیدار اعلام خطا میکنه. میزنن توپ رو مسی ها. دوباره سعید دلاوره که با ضربه سر توپ رو راهی اوت میکنه. محمد جوادپور توپی که باز هم به بیرون میره. یک بار دیگه سعید طالبی توپشو برمیگردونن بازیکن تیم مس. اعلام خطا میشه و محمد رستمی بود که روی زمین افتاد. علی نظر محمدی رو میبینید، مربی متعصب تیم داماش گیلان. حالا از سمت راست توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه و باز هم برگشت توپ است. بازیکن تیم مس و توپی که بیرون میره. پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم داماش. باز هم داخل محوطه جریمه فرصت هست برای داماشی ها و توپی که حسین خیری نتونست به خوبی ازش استفاده کنه. پرچم داماش رو میبینید که طرفدار این تیم برافراشته کردن در ورزشگاه و کماکان دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. باز هم بازیکن تیم مس صاحب توپ هستن. و توپی که حالا از این سمت به بیرون میره. پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم
مس توپی که حالا میگیرن دوباره بازیکن تیم مس کرمان. خطا نیست، بازی ادامه پیدا میکنه. داور اعتقادی به خطا نداشت. باز هم در میانه میدان داماشی ها، پشمان نجات، داروش بخت، خود داریوش میزنه توپش، اما با برخورد به بازیکنای تیم مس به بیرون میره. فرصت هست برای داماش گیلان و توپی که باز هم سعید طالبی میزنه و جمع میکنه دروازه‌بان محمدی. به چپ میبرن توپ رو. کاپیتان رستمی از تیم داماش توپ رو به چپ میاره. داروش بخت میانه میدان و توپی که به بیرون میره. علی نظر محمدی که دست به کمر داره بازی رو نگاه میکنه. یک بار دیگه در میانه میدان این سمت میخوان حمله رو تدارک بدن بازیکن تیم داما مثل شهر بابک روی دروازه تیم داماش. توپ رو میارن اون سمت، تماشاگرها سوت ممتد خودشون رو سر میدن و تمرکز بازیکن‌های حریف رو به هم میدن. جوی که سالها ما تو ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت داریم. البته این سکوی روبرویی که آماده بود که فوق‌العاده میشد. حضور هواداری که اجازه نمیدن بازیکن تیم حریف خودنمایی کنن. اونقدر روی سکو تشویق میکردن تیم خودشون رو. یادمه یکی از بازیکنان تیم حریف که در یکی از بازیکن تیم داماش، فکر کنم بازی سپاهان بود که بازیشون تموم شده بود، در روبروی جایگاه وقتی ما سکو داشتیم میگفت که اون سمت اصلا نمیتونیم حرکت کنیم. ما به محضی که توپ در دستمون بود این صدای هوادار تمرکز ما رو میگرفت و اجازه کار رو به ما نمیداد. اینقدری که تیم خودشون رو تشویق میکردن. بازیکن میگفت ما ورزشگاه آزادی که بازی میکنیم اینقدر استرس نداریم که میایم اینجا. حالا متاسفانه این روبرو سکو نداریم و فعلا دارن تلاش میکنن مسئولین ما تا بتونن این روبرو رو، سکوهای مورد نیاز رو بزنن و در آینده نزدیک نما رو ببینید. این نمای ورزشگاه ماست که اینجایی که الان تماشاگر نشستن و در تصویر دارید میبینید خوشبختانه یه بازیه که الان بازی دومه که این کار رو انجام دادن. این جایگاهی که هوادار ما میتونن بیان بشینن و امیدوارم هر چی سریعتر این دو سکوی خالی هم میبینید اینا هم تکمیل بشه. توپ رو در اختیار میگیرن بازیکن تیم مس که از همون سمت توپشون به بیرون میره. پرتاب رو داماشی ها انجام خواهند داد. میرزا علی تمام پرتاب‌های امشب رو انجام داده و خودش میزنه این پرتاب ها رو. معلومه که روش کار شده در تمرینات. باز هم از سمت راست بازیکن تیم جاماش و توپی که به بیرون میره. دوباره بلال میرزا علی میاد تا این توپ رو پرتاب کنه.
پرتابی که انجام میشه در میانه میدان، باز هم توپ رو در اختیار میگیرن بازیکن تیم مس شهر بابک. باز هم مسی ها صاحب توپ هستند و توپی که به بیرون نرفته و داور اعلام میکنه که کمکش پرچم میزنه و اعلام میکنه توپ به بیرون رفته. علی نظر محمدی رو میبینید، پرتابی که حالا انجام میشه. باز هم مسی ها صاحب توپ میشن در میانه میدان. صاحب توپ این سم یه لحظه پشمان نجات میاد و توپ رو در اختیار میگیره. رستمی، اشتباه رستمی، توپ رو دو دستی تقدیم بازیکن تیم مس میکنن. حمید گلزاری یه لحظه رو توپ تاثیر بود. حسین بهرامی دوباره بازیکن تیم مس رو به عقب میارن توپ رو. بهرامی دوباره به میانه میدان و توپی که اینجا سعید دلاور در اختیار گرفته. رو به عقب دوباره توپ رسید به مسی ها. سیامک علیزاده، خود سیامک میتونن موقعیت خوبی رو ایجاد کنن. بازیکن تیم داماش میرهادی میرجوان، اینور داریوش و بخ، خود داریوش صاحب توپ هست. یه شوت از داریوش و توپی که با اختلاف خیلی اندک از بالای دروازه بیرون رفت. این هم قاسم شهباز که در تصویر میبینید، سرمربی تیم مس شهر بابک. مهدی محمدی دروازه‌بان تیم مس این توپ رو خواهد زد. کاری که حالا انجام میشه، توپ میاد به میانه میدان. دوباره سعید طالبی، سعید توپ رو میبره داخل محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن تیم داماش، داریوش بخت و توپی که خیلی راحت در اختیار میگیره مهدی محمدی. موقعیت خوبی بود برای تیم داماش که باز هم از دست رفت. در 30 دقیقه از این دیدار دو تیم 0-0 مساوی هستن و علی نظر محمدی که میگه دیگه چیکار کنم. واقعا موقعیت خوبی بود برای تیم داماش که اگه کمی از سرعت بازی گرفته بشه حتما اون صحنه رو برای شما به داماش خواهیم گذاشت. دوباره در میانه میدان داماشی ها صاحب توپ و زمین هستن. صحنه رو خواهید دید که توپ رسید به داروش بخت. اینجا توپ رو یه لحظه اگه زودتر میزد میتونست بهتر کار کنه داریوش. دوباره موقعیت هست برای بازیکن تیم داماش که برمیگردن. حالا ضد حمله برای مسی ها از سمت چپ. توپی که میارن پشت محوطه جریمه و کجا توپ رو برگردون سعید دلاور. خیلی خوب کار کرده سعید تو این دیدار، خیلی خوب هم این توپ رو برگردوند. هرچند که سعید ابراهیم پور هم اونجا بود اما دفاع جانانه ای رو انجام داد سعید دلاور. ببینید توپی که اینجا رسید و سعید برگشت داد. باز هم در یک رفت و برگشت توپ میرسه به بازیکن تیم مس. محمد جوادپور رو به عقب. علی نظر محمدی رو باید در کنار زمین ببینید. ما یه
دوربین کلا باید بزنیم تا چهره این سرمربی متعصب رو به شما نشون بده. بنده خدا آرام قرار نداره در کنار زمین و میدونه که تیمش باید امروز این 3 امتیاز رو بگیره تا بتونه در جدول رقابت‌های لیگ 1 خودش رو بتونه بالا بکشه. محمد مسلمی پور داخل محوطه جریمه رو ببینید. مسلمی پور میفرسته توپ رو، اما داور در سوقش میدمه. چی گرفته داور؟ میخواد از بازیکن‌ها که به هم نچسبن تا با سوت خودش هم بازی آغاز بشه. دوباره مسلمی پور میره تا این توپ رو بزنه. مسلمی پور میزنه توپ رو، دو بازیکن روی زمین افتادن اما خطایی نبود و به بازی ادامه خواهند داد. دروازه‌بان توپ رو خواهد زد. ابراهیم پور این کار رو انجام میده در میانه میدان. باز هم بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستند. پژمان نجات اون سمت، دوباره خود پژمان، حالا توپ این سمت میرسه به بازیکن‌های تیم سانتی که انجام میشه و با اختلاف اندک توپ حمید گلزاری به بیرون رفت. واقعا میشه گفت شانس آورد تیم داماش که این توپ رو خوب نتونستن استفاده کنن بازیکن تیم مس. حملات زیادتری رو داشتن روی دروازه و دروازه تیم مس، اما داشتن یه لحظه غافلگیر میشدن. به هر حال تیم مس هم عرض کردم تیم دست پا بسته نیست، خوب میتونه کار کنه. اینجا حمله ای رو که انجام دادن، توپی که زدن و با ضربه سر توپ به بیرون رفت. حالا این سمت دوباره بازیکن تیم داماش توپ به بیرون رفته. حسین ابراهیمی توپ رو میذاره تا دیگر هم تیمیش یعنی بلال میرزایی پرتاب رو انجام بده. خود حسین بلال دوباره برای سیامک ابراهیمی و توپی که باز هم به بیرون میره برای داماش گیلان. بلال میرزا علی میره تا این توپ رو بزنه. دوباره پرتاب برای داماش هست. خود میرزا علی، توپی که در گوشه زمین سیامک در اختیار داشت و توپ به بیرون رفت و از کنار دروازه مس شهر بابک بازی باید آغاز بشه. این سکویی که میبینید گفتم تازه آماده شده. عزیزان ما در نیروی انتظامی هم زحمات زیادی رو میکشن در برگزاری یک مسابقه فوتبال. داره به خطا میشه. یک بار دیگه میبینید مامورین زحمتکش نیروی انتظامی که با زبان و روزه در این بازی هم حضور داشتند و دارن تلاش میکنن تا نظم و امنیت در ورزشگاه برقرار بشه.
برگشت توپ دوباره مسی ها هستن که صاحب توپ میشن. دوباره عوضپور و توپی که به کورنر فرستادن داماشی ها. باز هم حمله خوبی رو دیدیم از تیم مس و توپی که به بیرون رفت. کورنر رو حالا باید بزنن بازیکنان تیم مس شهر بابک. امیر حسین یحیی زاده کورنر رو میفرسته داخل محوطه جریمه و توپی که باز هم به کورنر میره و اعتقاد داور این هست که توپ به کورنر رفته. توپ رو یه لحظه زد امید پورقنبری و توپ به کورنر رفت داخل محوطه. رو ببینید چه خبره. یه لحظه درگیری مختصر هم دارن بازیکن دو تیم با هم و داور میره تا تذکر لازم رو بده به بازیکن‌های تیم مس و داماش. 38مین دقیقه از این دیدار توپی که فرستاده میشه و با ضربه سر توپ رو دور میکنن مدافعین تیم داماش و توپ به بیرون میره و پرتاب برای مثل شهر بابک محمد مسلمی پور پرتاب رو بلافاصله انجام میده. این چهره قاسم شهباز سرمربی تیم. چند دقیقه بیشتر هم شده توپی که حالا میفرستن و توپ رو توی دروازه قرار میدن بازیکن‌های تیم داماش و مس 1-0 جلو میفته. عرض کردم خدمت شما حملات رو داماشی انجام دادن و حالا اینجا گل اول رو دریافت میکنن. مثل شهر بابک در 39مین دقیقه از این دیدار یک گل رو به ثمر میرسونه. صحنه آهسته گل رو خواهید دید و توپی که فرستاده شده اینجا و گل این دیدار که علیرضا ولیزاده به ثمر رسوند. همه چی دوباره باید از نو شروع بشه برای تیم داماش. داماش که در خانش 1-0 عقب میفته. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. عرض کردم یه 4-5 دقیقه خوب فشار آوردن بازیکن تیم مس در یک غافلگیری گل اول رو به ثمر رسوندن. داور این دیدار رو میبینید. بهمن ممشلی میفرستن توپ رو بازیکن تیم داماش و باز هم برگشت توپ از مدافعان تیم مس. حالا داره دوباره ضد حمله شکل میگیره. امید پرخنبر به دنبال توپ هست. خود امید حالا 3-4 بازیکن تیم داماش میان و اضافه میشن اما معتقد بود رستمی که تو آفساید بوده. بالا اعلام خطا میشه. یه بازیکن از تیم مس روی زمین افتاده. منتظر هست داور که این بازیکن بلند شه و یه کارت زرد رو داد. به کی داد من متوجه نشدم. یعنی به همین بازیکنی که احتمالاً افتاد کارت زرد رو نشون داده داور چون اعتقاد داشت که داره دایو انجام میده و یه جورایی میخواد فریبش بده. گردن خودش رو نشون میده بازیکن تیم مس به دروازه‌بان تیم داماش و میگه به گردنم آسیب زدم. به هر حال
بازی ادامه پیدا میکنه. دوباره در میانه میدان سیامک علیزاده صاحب توپ هست. خود سیامک به راست میبره توپ رو. جناح چپ و راست داماش رو بستن و غیر ممکنه بتونن نفوذ کنن از سمت چپ و راست. باید یک راهکار دیگر رو علی نظر محمدی در نیمه دوم جلوی پای داماشی ها بذاره. راه نفوذی پیدا کنه بر روی دروازه تیم مس. امین عباسی تو میزنه و توپش به بیرون میره. میرزا علی پرتاب رو انجام خواهد داد. یک بار دیگه داماشی ها فرصت هست برای بازیکنای داماش و توپی که باز هم به کرنر رفت. موقعیت خوبی بود برای داماش در این دقایق. 43 دقیقه از این دیدار. خیلی سریع ببینیم توپی که اینجا به کرنر فرستادن یه قدم یا شاید هم کمتر عقب‌تر بود سعید طالبی. حالا ضربه کرنر رو خواهند زد. بازیکن تیم داماش این کار رو انجام میدن. فرصت هست و باز هم توپی که این سمت به کرنر میره. چه موقعیت هایی رو از دست میدن داماشی ها و توپایی که قطعا در بین دو نیمه حسرتش رو خواهند خورد. حسین ابراهیمی میاد تا این توپ رو بزنه. کوتاه کار میکنه. حسین با پژمان نجات. سانتر پژمان و باز هم توپی که نمیتونن استفاده کنن داماشی ها. حالا به سمت راست میبرن. یه لحظه توپ رو گرفتن از بلال میرزا علی بازیکن تیم مس و حالا ضد حمله که قرار شکل بگیره برای مسی ها. این سمت سیامک اجازه کار رو نمیده. سیامک علیزاده دوباره طالبی نقشه بر زمین میشه و اعلام خطا میشه. بلافاصله حسین ابراهیمی میاد تا بازی رو شروع کنه. نصر محمدی میخواد از بازیکن تیمش که به جلو برن. پشمان نجات و حسین ابراهیمی میزنه. حسین این توپ رو فرصت هست برای داماشی ها و توپی که باز هم به گل تبدیل نمیشه و از این سمت به بیرون میره. چه موقعیت هایی رو از دست میدن. دوباره حسین ابراهیمی دوباره ضربه کرنر رو میزنه. این بار کوتاه‌تر. خود حسین رو به عقب. سیامک علیزاده. سانتر سیامک به سمت راست و بلال میرزا علی که نرسید به توپ. خواهید دید موقعیت تیم داماش رو که توپ چگونه به بیرون رفت. این توپی که باز هم فرستاده شد و اینجا نرسید یه لحظه به توپ. داروشو بخت و محمدیه که آغازگر بازی خواهد بود برای تیم مس شهر بابک. 45 دقیقه تمام شده و یه 30 ثانیه هم اونور گذشته. باید ببینیم که داور چند دقیقه وقت تلف شده خواهد گرفت و اعلام خواهد کرد. فعلا 2 دقیقه وقت تلف شده برای این نیمه در نظر گرفته. باید بیشتر تلاش کنن داماشی ها تا بتونن گل خورده رو جبران کنن. محمدی صاحب توپ یه لحظه تصمیمش رو عوض میکنه و اجرایی میخواد بازی رو هم نگه داره. توپ رو حالا میزنن بازیکن تیم مس به میانه میدان. دوباره داماشی ها. داروشو بختی که نرسید به توپ. سیامک علیزاده چقدر خوب توپ رو میارن روی دروازه تیم مس اما نمیتونن کار رو از پیش ببرن.
پرتاب برای مسی هاست و داور به این نکته اشاره میکنه. داور منتظر هست تا سوت پایان رو بزنه. 47 دقیقه تمام هست. نگاه به ساعت خودش و اینجا هم سوت پایان رو میزنه. ما هم یک بار دیگه صحنه گل رو به شما نشون خواهیم داد و فعلا از حضور شما خداحافظی می‌کنیم تا آغاز نیمه دوم. همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما هستیم با پخش نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و مس شهر بابک از هفته 25 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. دیداری که در نیمه اول با برتری تیم مس شهر بابک به پایان رسید و در نیمه دوم تفکرات دو مربی کجا خواهد انجامید. در همین ابتدای کار هم توپی که میزنن بازیکنان تیم داماش و به بیرون میره. یه تعویض رو داشته علی نظر محمدی در نیمه دوم. داریوش بخت رو بیرون کشید و به جاش کمیل حیدری وارد زمین شد. ترکیب دو تیم رو هم سریع خدمت شما عرض کنم. در تیم داماش سعید دلاور حضور داره، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی، بلال میرزاعلی، حسین ابراهیمی، داریوش بخت، حسین خیری، پژمان نجات، سعید ابراهیم‌پور و میرهادی میرجوان. 11 بازیکنی بودن که علی نظر محمدی در نیمه اول به زمین مسابقه فرستاده بود و در نیمه دوم عرض کردم این تعویض رو داشت و کمیل حیدری حالا به زمین مسابقه اومده. روی زمین میفته دروازه‌بان تیم مس شهر بابک و یه خورده هم تماشاگرها حالا معترض هستن نسبت به این تصمیم دروازه‌بان تیم مس که چرا روی زمین افتاده و داره اتلاف وقت هم میکنه. داور در سود خودش میدمه. بازی از سر گرفته خواهد شد. دوباره توپ رو میزنن بازیکنان تیم مس. حالا سعید طالبی از سمت چپ، خود طالبی کمی عقب‌تر، توپی که حالا فرستاده میشه توی دروازه. گل برای تیم داماش گیلان و میرهادی میرجوان زننده گل اول برای داماش گیلان و این هم علی نظر محمدی قطعا خوشحال ترین فرد این ورزشگاه. علی نظر محمدی در این لحظه یه گل رو میزنه تیمش و خوشحالی رو برمیگردونه به تیم داماش گیلان و هوادارای تیم داماش که روی سکوها خوشحال هستند.
1-1 مساوی میشه. همه چی از اول آغاز خواهد شد. یه تعویض رو هم مسی ها انجام خواهند داد. 13-9 محمد نوروزی وارد بازی میشه و یار شماره 9 بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و هم پنجاهمین دقیقه از این دیدار. توپ به بیرون نرفته و حالا توپ به بیرون میرو. علی نظر محمدی رو ببینید. شهرام حمیدی میاد باهاش صحبت میکنه. سرپرست تیم داماش گیلان. داور چهارم هم میاد کنارش. حسین اسماعیلی است. داور اولین دور هم عرض کردم خدمت شما بهمن ممشلی هست از استان گلستان. داور اهل مینودشت گلستان که داور اول این دیدار هست. بابک خسروی داور دوم و کمک دوم هم محمد حیدری است. بزن دومی رو. حالا شعاریه که هواداره تیم داماش سر میدن. دلاور برای رستمی. محمد رستمی از سمت چپ. سعید طالبی. حالا در میانه میدان حسین ابراهیمی. فرصت هست برای تیم داماش گیلان. به راست میارن توپ رو. این سمت باز هم بازیکنهای تیم داماش صاحب توپ هستن. خود بلال میرزا علی توپ رو میزنه. توپ بیرون میره. باز هم داماشی ها پرتاب رو انجام خواهند داد. یک بار دیگه حسین ابراهیمی یه لحظه توپ رو از باش جدا میکنن. فرصت کماکان هست برای داماش گیلان داخل محوطه جریمه. توپی که حالا این سب میرسه به میر جوان و توپی که باز هم به بیرون میره. چقدر موقعیت خوبی ایجاد شد برای تیم داماش و توپی که این چهره رستمی نتونست استفاده کنه و کلی حسرت میخوره بابت این ضربه. در اختیار بازیکن تیم داماش
به چی اعتراض میکنن معلوم نیست، فقط میدونم که خیلی داره کادر فنی تیم مس اعتراض میکنه. حالا یه کارت زرد دارم حالا اینجا به داماشی ها نشون میده داور. فکرم سعید طالبی بود که بهش کارت. توپ به گل تبدیل نشد. دوباره داماشی ها توپ رو به چپ میبرن. سعید طالبی جایی که حضور داره، خود سعید طالبی، جواد پورعوض بازیکن شماره 7 تیم مس جلوش ایستاد و حالا توپ رو دوباره داماشی ها در اختیار میگیرن. بلال میرزا علی روی زمین میفته و خطا نیست، و چون توپ رو به دست زده خطای خود بلال گرفته میشه. صحبت میکنن کادر فنی تیم داماش با داور این دیدار. داور میاد در کنار زمین صحبت میکنه با مربیان تیم داماش و بازی ادامه پیدا میکنه. یه تذکر رو داد به مربی تیم داماش. دوباره داماشی ها و توپی که به کرنر میره. حالا کرنر رو باید بزنن بازیکن تیم داماش. چرا اجازه کار رو نمیدن مسی ها؟ و این هم هواداره پرشور تیم داماش که واقعا دارن خوب تشویق میکنن تیمشون رو. یک کارت قرمز حالا داور میده به یکی از اعضای کادر تیم مس شهر بابک. از همونجا به رختکن میبرنش کسی که این کار رو انجام داد. و یک کارت زردم به یکی دیگه بازیکن تیم مس شهر بابک نشون میده داور. خیلی شلوغ است اونجا، قطعا با این دوربین بیشتر مشخص هست. چی شد یه لحظه و چه اتفاقی افتاد؟ حمید گلزاری بود فکر کارت زرد رو گرفت. یک بار دیگه میزنن بازیکن تیم داماش این توپ رو و توپی که حالا برگشت داده میشه. دوباره موقعیت هست برای داماش گیلان داخل محوطه جریمه. خطا نیست و به بازی ادامه خواهند داد. باز هم از سمت چپ موقعیت برای داماش. ببینید از توپ چه گونه استفاده میکنم و توپی که راهی بیرون میشه.
این هم هوادارهای تیم داماش که در ورزشگاه حضور دارن و تیم خودشون رو دارن تشویق میکنن. از اون تشویق‌های بی‌نظیر تیم‌های گیلانی می‌بینی در تصویر. یه لحظه دیدید هوادارهای متعصب تیم داماش رو چگونه تیم خودشون رو تشویق میکنن. علی نظر محمدی در تفکراتش 3 امتیاز این دیدار هست. قطعا کار هم کردن این چند روز روی تیم حریف و باید ببینیم که در پایان چه نتیجه رو به دست خواهند آورد. یک بار دیگه طالبی حالا توپ رو به چپ میبره، از همون سمت چپ توپ پژمان نجات به بیرون رفت و خود پژمان آغازگر بازی خواهد بود. دورخیز میکنه پژمان نجات تا توپ رو بفرسته روی دروازه مس. حالا این کار رو انجام میده، توپی که فرستاده میشه با ضربه سر برمیگردن مدافعین تیم مس. دوباره پژمان نجات فرصت هست براش، سانتی که انجام میشه و باز هم برگشت از مدافعین تیم مس شهر بابک. دوباره سعید طالبی از سمت چپ. خود طالبی خطا روش انجام شده یا که خیر؟ داور اعتقاد به خطا نداره. یک بار دیگه داماشی ها سیامک علیزاده در میانه میدان. جایگاه ویژه هم میبینید آقای دهنادی، آقای نظر محمدی و دیگر عزیزان اینجا حضور دارن. جای آقای نعیمپور مالک باشگاه اینجا خالی است. امیدوارم که هر چه سریعتر سلامتی خودشون رو به دست بیارن، آقای نعیمی پور رو بتونن در ورزشگاه حاضر بشن و بازی های تیم محبوب خودشون که مالک این تیم هستن رو از نزدیک ببینن. از همینجا شما بیننده عزیزم میخوایم که در سر سفره افطارتون دعا کنید مالک محترم باشگاه داماش رو که از بستر بیماری خارج بشن. زحمات زیادی رو برای تیم داماش کشیدن تا به هر حال با مشکلاتی که وجود داشت این تیم رو بتونه فعلا در لیگ یک نگه داره. بازی حساسی رو تیم داماش داره. امیدواریم که با حضور این هوادارا و تلاش این بازیکن‌ها بتونن حداقل سهمیه تیم رو در لیگ یک حفظ کنن. شرایط و مشکلات عجیبی رو امسال پشت سر گذاشتن تیم داماش و بازیکن‌های این تیم و کلا هوادارا، و امیدواریم که دیگه همچه تجربی رو نداشته باشن این هوادارا و آرامش به تیم داماش برگرده. علی نظر محمدی با هر یک از دوربینای ما نگاه میکنید چهره علی نظر محمدی رو میبینید و هر حال واقعا داره تلاش میکنه تا هر جوری که هست نکات کنار زمین رو بازیکناش منتقل کنه. بارها هم از توی داور چهارم مورد اعتراض قرار میگیره علی نظر محمدی، اما تیمش براش مهمه و
مربی است که 90 دقیقه در کنار زمین بازیکناش صحبت میکنه و حتی 1 دقیقه نشده که دستیاراش صحبت کنن. دوباره بازیکن تیم مس یه شوت از مسی ها و توپی که به بیرون میره. صحنه گل داماش رو ببینید که در دقیقه 48 به ثمر رسید. توپ اینجا به زمین خورد و دروازه‌بان تیم مس هم نتونست کاری انجام بده. حالا یک بار دیگه فرصت برای داماش که اگه بره رو آفساید بوده. بله توی آفساید گیر میکنه بازیکن تیم داماش و پیرهادی میرجوان بود که نتونست به کارش ادامه بده. قاسم شهبا باز هم اعتراض داره. به چی اعتراض داره بعد خودش پرسید. این سمت هم محمد رضا مهدوی رو در یک طرف و علی نظر محمدی رو در طرف دیگر میبینید. کادر خوبی هم داره علی نظر محمدی. امسال از بازیکن‌های متعصب تیم داماش استفاده کرده در کادر مربیگری خودش و بازیکنایی که خودشون سالها برای همین تیم زحمت کشیدن و این درسته. دعوت از بومی هایی که خودشون از جنس همین تیمن. یک بار دیگه بازیکنای تیم مس از سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن. مسی ها توپی که فرستاده میشه و برگشت توپ از بازیکنای تیم داماش گیلان. کمیل هیدری توپ رو به راست میاره. بلال میرزاعلی خود بلال یه لحظه دوباره صاحب توپ هست بزنه. اماد تو آفسایده و اماد میاد کمی عقب‌تر اما باز هم توپ رو از دست میده. دوباره بازیکن تیم داماش طالبی خود طالبی و توپ رو یه لحظه از دست میده. طالبی دوباره رو به عقب میارن توپ رو. یک بار دیگه خطا انجام میشه در میانه میدان روی سعید طالبی. قاسم شهبا رو ببینید روی زمین نشسته و این مربی هم در حال دنبال کسب امتیاز هست. البته میدونید که تیم مثل شهر بابک با 30 امتیاز در رده 11 جدول 18 تیمی رقابت لیگ 1 هست. خیلی هم فاصله نداره با قهر جدول. یک کارت زرد رو حالا باز هم به یکی از مربیان تیم مس نشون میده. ممشلی و بهمن ممشلی یکی از خوبهای داوریمون هست. به هر حال اینجا هم تا الان داوری بی‌نقصی رو انجام داده. داماش گیلان هم با 16 امتیاز در رده 17 جدول رده بندی است و باید خودشو بکشه بالا. امری که کاملا ممکن هست و میشه این کار رو انجام بدن. یک بار دیگه توپی که
فرستاده میشه. باز هم فرصت هست برای بازیکنهای تیم داماش و توپی که نمیتونن به گل تبدیل کنن. آهن نهاد هوادارای دو تیم بلند شد اما توپ رو گل تبدیل نکردن. علیرضا محمدی در کنار زمین میبینید. مصطفی حاجتی و دیگر اعضای کادر داماش به دنبال اتلاف وقت هستن. بازیکنان تیم مثل شهر بابک. این نظریه که هواداره تیم داماش دارن میگن. یک بار دیگه فرصت برای داماش و توپی که باز هم به گل تبدیل نشد. یه بار دیگه توپی که حالا این سم فرستاده میشه به دنبال توپ ابراهیم پور دروازه‌بان تیم داماش و توپی که مشایعت میکنه تا به بیرون بره. داور اعلام کرنر کرده. میگه کاری کردم که توپ کرنر نره اما داور اعتقادش اینه که توپ کرنر شده. نقطه کرنر رو نشون میده داور این دیدار. دور بود و ندید. این توپ اینجا به بیرون رفت اما به هر حال داور اعتقاد داشت که به پای بازیکن‌های تیم داماش خورده این توپ که کرنر اعلام کرد. 21 از تیم مس. توپ رو میزنه امیرحسین یحیی زاده و توپش به بیرون میرو. از کنار دروازه داماش بازی باید آغاز بشه. یک بار دیگه از سمت چپ در میانه میدان چهره آقای الماس خاله رو میبینید، رئیس هیئت فوتبال استان گیلان، که عرض کردم من نیمه اول زحمات زیادی رو کشیدن تا این بازی به تعویض پروژکتورها. یحیی زاده و پورقنبری بیرون میان و اکبر کربلایی و حجت اسلامی دو بازیکن بودن که وارد زمین شدن. حالا یه تعویض رو علی نظر محمدی انجام خواهد داد. رضا زاید تبار رو میبینید در کنار زمین که نظر محمدی داره باش صحبت میکنه. یه نکته هم بگم خدمت شما در خصوص سکوهای روبروی جایگاه، این که پیمانکار این ورزشگاه با مشاور پیمانکار درگیری و شکایت دارن و به همین دلیلی که نمیشه
این سکوی موجود در ورزشگاه که الان ساخته شده رو اینجا که میبینید صندلی گذاری بشه و ایمن سازی بشه تا هوادارا بیان و بتونن استفاده کنن. عرض کردم به دلیل همون شکایتی که دارن فعلا منتظرن تا یه جورایی حل و فصل بشه مشکلی که بین پیمانکار و مشاور پیمانکار وجود داره. و با آقای آرمان هم که بین دو نیمه صحبت می‌کردیم ایشون اشاره کردن که در حال حل و فصل این ماجرا هستن. به هر حال قراردادی که از گذشته بسته شده و الان گریبان تیم داماش، سپیدرود و اداره ورزش جوانان هیئت فوتبال رو گرفته. به هر حال تو بستن قراردادها هم باید دقت کنن این مسئولین عزیز ما که به چه کسی واگذار میکنن اماکن ورزشی رو برای ساخت و ساز. خیلی باید روش دقت بشه. تعویضم انجام شده. رضا زاهد تبار به زمین بازی اومد و حسین ابراهیمی از بازی خارج شد. 75مین دقیقه از این دیدار 1-1 مساوی. سعید همین چهره که در تصویر میبینید توپ رو خیری توپ رو به ابراهیم پور میده. ابراهیم پور دوباره به خیری. خود خیری بلند به زمین تیم مس و توپی که بیرون میره. خودم یه لحظه محو بازی شدم که چرا توپ رو نمیارن وسط زمین جایی که راحت میتونن نفوذ کنن. علی نظر محمدی هم به این نکته اشاره داره. مهدی محمدی آغازگر بازی خواهد بود. هفتاد و هشتمین دقیقه از این دیدار 1-1 مساوی. یک بار دیگه ضد حمله برای مسی ها. توپی که میزنه و سعید ابراهیم پور توپ رو برگشت میده. باز هم سعید طالبی پژمان نجات و توپ رو کجا فرستاد؟ پژمان. قاسم شهبار رو میبینید این سمت. علی نظر محمدی در کنار شهرام حمیدی. دروازه‌بان تیم داماش روی زمین میفته.
صحبت میکنه علی نظر محمدی با محمدرضا مهدوی. من جا داره تشکرم بکنم از همکاران عزیزمون که اومدن و این بازی رو با 4 دوربین دارن برای شما به نمایش میذارن. آقای سبحان الهی، کسرا مقدم و حمید قلیپور به همراه محمد امین این بازی رو برای شما بینندگان عزیز دارن پخش میکنن و تشکر از باشگاه داماش گیلان که اهمیت ویژه‌ای رو قائل هستن برای هوادارهای خودشون که همه بازی‌ها رو دوست دارن پخش زنده بشه و پیگیر هستن، حتی بازی بیرون خونه رو هم پیگیر میکنن تا به صورت زنده و مستقیم برای شما بینندگان عزیز به نمایش در بیاد و این هواداره خونگرم بتونن با گوشی‌های موبایل خودشون هم بازی‌ها رو ببینن. یک بار دیگه به چپ میبرن، توپ بیرون میره، دوباره پرتاب برای داماش، بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. اگر همون فشاری که در نیمه دوم، اوایل نیمه دوم و اواخر نیمه اول رو داماشی‌ها داشته باشن، قطعا به گل دوم خواهند رسید. دوباره توپ به بیرون میره، سعید توپ رو به بیرون میزنه. یک بار دیگه بازیکن تیم مس صاحب توپ میشن و توپی که با اختلاف خیلی کم از بالای دروازه به بیرون میره و عصبانیت علی نصر محمدی رو به همراه داره. این توپ چرا مدافعینش اینجور جا میمونن و چرا پاس اشتباه میدن؟ سعید ابراهیم پور خواهد زد این توپ رو. موقعیت خطرناکی بود اینجا زدن بازیکن تیم مس. یک بار ببینید اشتباهی که انجام دادن بازیکن تیم داماش و توپی که به بیرون رفت. حالا تعویضی دیگه برای تیم داماش. امیر محمد سیمانپور به زمین مسابقه خواهد اومد، بازیکنی که تاثیرگذار خواهد بود. 82مین دقیقه از این دیدار. تعویضی که حالا انجام خواهد شد، سیامک علیزاده رو بیرون میکشه و سیمانپور به زمین مسابقه میاد. تعویض دیگری هم برای داماش در راه خواهد بود. یک بار دیگه تو به بیرون میره. یک بار دیگه تو پشت محمدی جریمه مسی ها میاد. حالا میتونه صاحب تو بشه پشمان نجات که این اتفاق رخ نمیده. بازی ادامه میده. محمد جواد پورعوض کاپیتان تیم مثل شهر بابک هست. این چهره‌ای که حالا خودش پرتاب رو انجام میده. این هم پرچم تیم داماش در جایگاه تیفوسی ها که برافراشته شده.
و این هم تیفوسی هایی که این گونه منظم تیم خودشون رو تشویق میکنن. 84 دقیقه در تله آفساید گیر میکنه بازیکن تیم داماش. پرچم کمک داور بالاست، هنوز داور ندیده تا در سود خودش بدمه که حالا این کار انجام میشه. اینجا میبینه و در سود خودش میدمه داور این دیدار. صحبت میکنه علی نظر محمدی، کنار زمین میاره رضا پور مهدی رو و قطعا تا دقایق دیگر به بازی خواهد اومد. پور مهدی نکات آخر رو بهش گوشزد میکنه. آقای پورهادی رو میبینید یکی از ناظران برگزاری هیئت فوتبال استان گیلان. اینجا هم سیامک علیزاده بود که اومده بیرون. این هم چهره غلامرضا سلیمانی است، ناظر داوری این دیدار، که یادداشت برداری میکنه نکات داوری رو. بخشید آقای دانشمهر بود که در بالا ما دیدیم چهرهشون رو. ناظر داوری این دیدار هستن آقای جمشید دانشمهر و ناظر برگزاری مسابقه آقای غلامرضا سلیمانی است که پایین بودن. تعویض برای داماش انجام خواهد شد. یک بار دیگه داور چرا در سوقش نمید؟ یه بازیکن روی زمین افتاده و باید به وضعیتش رسیدگی بشه. به خاطر همون یه لحظه در سود خودش دمید داور. یار شماره 10 تیم مثل شهر بابک علیرضا ولیزاده است که روی زمین افتاده. علی نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکن‌های تیم خودش. تعویضی که انجام شد، رضا پور مهدی به زمین مسابقه اومد. اجازه این کار رو نداد خود آقای نظر محمدی، حالا نمیدونم چرا. باید ببینیم که کی تعویض انجام خواهد شد. علی نظر محمدی میخواد بازیکن تیمش که کنارش بیان نکاتی رو بهشون گوشزد کنه. رضا زاهد تبار رو فرا میخونه، میگه بهش که چه کار کنن تا بتونن در ادامه راه موفق باشن. حالا تعویض باید انجام بشه. سعید طالبی بیرون میاد و به جاش رضا پور مهدی وارد بازی میشه. این چهره سعید طالبی است. ازش میخوان که در نیمکت قرار بگیره. رضا طالبی، سعید طالبی.
یک بار دیگه برگشت توپ از بازیکن تیم مس. سعید دلاور، خیری دوباره از سمت راست، فرصت هست، برگشت توپ یه لحظه از مدافعین تیم شهر بابک. دورخیزه میرزا علی، خود بلال میرزا علی پرتابشون انجام میدن داخل محوطه جریمه. توپ خورد به دست یکی از گل. چه گل میزنه، چقدر زیبا میزنه این گل رو رضا زاهد تبار. گل نبود که، این یه سوپر گل بود. به قول بچه ها موشک فرستاد سمت دروازه تیم مس شهر بابک و تیفوسی هایی که اینگونه به وجد میان. شهرام حمیدی رو ببینید تا کجا رفته و علی نظر محمدی چه کامبکی رو داشته تو این دیدار. و این هم هوادارای خونگرم تیم داماش. دقیقه که 90 این دیدار داماش چه گلی رو زد. نهایی در ورزشگاه داره رقم میخوره. خوشحال هستن هوادارهای تیم داماش با گل دقایق پایانی رضا زاهد تبار. میشه گفت یکی از بهترین گل‌های تیم داماش بوده در این فصل. چه گلی زدن، چه جایگاهی قرار داشت رضا زاهد تبار. و این رو توپی که اینجا شاید خطا هم بود و داور نگرفت و اینجا رضا زاهد تبار گل برتری تیم داماش رو به ثمر میرسونه. 2-1 داماش پیش میفته. ندیدیم چند دقیقه وقت تمام شده اعلام شد. سه دقیقه وقت تلف شده فکر کنم، یا نه بیشتر گرفته. من یه لحظه ندیدم واقعا بعد از گل دیگه اینجام شلوغ شد. ندیدیم چند دقیقه وقت تلف شده اعلام کرده داور. فقط اینو میدونم که همه خوشحالن تو این ورزشگاه بجز تیم مس شهر بابک و اعضای کادر فنی این تیم. اینم چهره های آرمان رو میبینید، مدیر کل ورزش و جوانان استان آقای مومنی و عزیزانی که اون بالا حضور دارن و بازی رو دارن از نزدیک میبینن. یک بار دیگه مسی ها نفوذ کردن از سمت چپ. توپی که فرستاده میشد سعید ابراهیم پوره که میاد قایره رو ختم میکنه. تیفوسی ها رو ببینید چقدر خوشحالن، چه حالی کردن این تماشاگری که الان در ورزشگاه حضور دارن. و همچنین شمایی که دارید از منازل خودتون این بازی رو میبینید. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش. انصافا اگه بازی رو نمی بردن یا
2-1 نمیشد این بازی در حق داماشی ها اجحاف شده بود. خیلی خوب کار کردن مخصوصا در اون 30-40 دقیقه نیمه اول که فوق العاده کار کردن، اما توپاشون به گل نرفت. نیمه دوم هم خوب بودن. می‌دونیم که چند دقیقه دیگه بازی به پایان خواهد رسید. رضا زاهدتبار چه تعویضی رو کرد علی نظر محمدی با آوردن رضا زاهدتبار به بازی. اینجاست که میگن مربی باید به داده تیمش برسه. تعویض‌های علی نظر محمدی به دادش رسید. ببینید این هوادارا رو چقدر خوشحال، اصلا هم سردشون نیست تو این هوای سرد ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت. دیگه سرما معنا نداره، تیمشون 2-1 پیش هست. حالا بازیکن داماش رو بیرون منتقل میکنن. در شماره 17 رضا پورمهدی که تازه به زمین مسابقه رفته بود بلند میشه و بازی میتونه ادامه بده. یک بار دیگه ببینید که مسئولین ورزش ما هم آرام و قرار ندارن، از جایگاه دارن بازی رو میبینن، منتظر سود و پایان هستن مثل تماشاگر تیم داماش. دوباره داماشی ها، بلال میرزا علی توپ بیرون رفته، پرتاب برای مس. همه نگاه ها به داور این دیدار آقای بهمن ممشلی هست. یک بار دیگه زاهدتبار در میانه راه توپ رو میگیرن بازیکن تیم داماش، خطا هم نیست. توپی که کمیل هیدری آورد و توپ به بیرون رفت و اینجا سوت پایان این دیدار به صدا در میاد. برتری 2-1 تیم داماش گیلان در برابر مس شهر بابک و خوشحالی علی نظر محمدی و کادر فنی تیم داماش به همراه دیگر اعضای تیم، بازیکنان و بردی که تقدیم میشه به جناب آقای نعیمی پور مالک باشگاه. این رو قبل از بازی هم گفته بود به ما سرمربی تیم که قطعا این بازی رو ما خواهیم برد و عیدی خواهد بود این برد ما به هوادارای تیم داماش و تقدیم به مالک داماش آقای نعیمی پور. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. من از حضور شما خداحافظی میکنم تا دیداری بعد. خدا یار و نگهدار شما.